دوستان عزیز سلام علیکم، خسته نباشید. این مکانیزمی که الان دارید میبینید این در اصل مدار تغذیه داخل تابلته که هم اینسترومنت ها رو باش راه اندازی میکنه، هم یک کاری میکنه که به فرض اگه توربین یک برداشته شد توربین دو کار نکنه و همینجور تو بقیه اینسترومنت ها. توسط سه سیم، این سه رشته سیم برق تابلت رو تامین میکنه. این کیبورد تابلته. کیبورد تابلت همونجوری که میبینید کلی سویچ داره روش. از به حضور شما شاید که کلیه فرامین صندلی یونیت رو اینه، ولی ارتباطش اگه دقت بفرمایید کلن یه در اصل دو سیم ارتباطش هست بین صندلی و یونیت و یه سه سیم هم هست که مال تغذیه است. این سوکت بالایی هم که میبینید سوکت 5 پین پروگرام، ما اصلا کاری به این نداریم. هر وقت میخوام ورژن دستگاه رو پروگرامش رو ببریم بالا میاد و یه پروگرام میشه. در اصل هیچ سیم کشی نداره. سیم کشی فوق العاده ساده‌ایه. بعضی از کاربرا هم میتونن بگن که این مدار تغذیه رو به جایی که روی اینجا جدا بدید رو خود کیبورد تابلت بهم بدید، یعنی تغذیهش این سیم هم نخواد. خود 24 ولت الان به اینجا وصله، 24 ولت یک ضرب وصل بشه به خود مدار. الان داخل این مدار مثلا اینجا نگادسکوپ ضمناً تایم داره. بعد تمام ارتباطات نگاه کنید، ارتباط با مدار یونیت نگاه کنید، با مدار یونیت کلا با دو سیمه. این مدار یونیته. از مدار یونیت هم ارتباطش به مدار صندلی کلا با دو سیمه. جالب اینه که اصلا مهم نیست این سیمه اول به صندلی وصل یا به یونیت وصل. این روش سریال، ما انواع روش انتقال سریال داریم. این روش انتقال سریال در اصل تا 1200 متر تو محیط نویزی اجازه انتقال اطلاعات به ما میده، در حالی که ما در از کل توی یه یونیت صندلی 3 متر تا 4 متر بیشتر سیم کشی نداریم. پس الان نگاه کنید، اگه از روش پارالل میخواستیم این همه کلید رو فرامینش به برد صندلی و یونیت برسونیم، چه حجم عظیمی از سیم کشی باید اینجا داشته باشیم که نداریم. کلن با دو سیم این کار انجام میشه، ارتباط انجام میشه. حالا تو برد تابلت که متوجه ارزمان شدید که هیچ چیزی نداره، فقط یه سیم تغذیه است، یه دو سیم هم انتقال اطلاعاته. توی برد یونیت این قسمت اگه نگاه بکنید، این برق تغذیه چراغه، میتونه 12 ولت باشه 24 ولت باشه، این جداست. اینم برق تغذیه خود مدار یونیت و شیربرقی هاست. بنا به شیربرقی ها این ولتاژ اینجا رو تامین میکنیم. تو این دستگاه خاص شیربرقی چون 24 ولته، این 24 ولت تعبیه شده. این همون سوکت هایی در اصل ارتباط دو سیمه. ذاتش نگاه کنید 4 چیز داره، فقط تو 2 تا سیم وصله، تو بقیهش نیست. این سوکت های بغلیش، این سوکت یه دونه، اینا کیبورد موازیه، میتونه به صورت موازی وصل شه به پدال پایی، یه سوکتش، یکیش هم میتونه وصل شه به کیبورد منشی. ضمناً اگر کیبورد منشیتون کلیدای اضافه داشته باشه، از این سوکت هم سیم به صورت پارالل میبرید. پس از تابلت به اینجا در اصل پارالله، ولی از اینجا به سمت کیبورد منشی چون فاصله خیلی کمه به صورت پارالله. این پارالل مزایای تستی میده. وقتی سریاله شما هیچ روش تستی دیگه ندارید. توی پارالل شما روش تست دارید، میخواید ببینید مدارتون کار میکنه یا نه. این مدار فوق العاده کامله. خب آب گرم کن داره، چراغ داره، لیوان پر کن، کاسه کرشوار و ساکشن مرکزی رو داره، فعال ساکشن مرکزی، به اضافه شیربرقی وکیوم اضافه واسه جداسازی زمانی که از لیوان پر کن و کاسه استفاده میکنید یه شیربرقی خاص وصل میشه، از ساکشن استفاده میکنید یه شیربرقی خاص دیگه. این سوکت هم که میبینید باز سوکت پروگرامه، اصلا استفاده نمیکنید ازش. فقط ما وقتی میاریم ما ورژنش میبریم بالاتر، الان در حال حاضر روی این ورژن 3 نصبه، ببریم ورژنش بالاتر، میاد ورژنش میبریم بالاتر، کارهای دیگه بهش اضافه میکنیم، میشه ورژن 4 5 و الی آخرهم.
گارانتی کلیه مدارات شرکت راشن پارت بی قید و شرطه، یعنی اینجوری نیست که این اشتباه زدید ممکنه من باید یه جوری تعبیه میکردم، حتی اگر اشتباها 220 هم مدار بزنید مدار نسوزه، فیوزش باید قطع بشه. اینا دیگه به عهده ماست. این تعبیه هم روش چیزای ایمنی هم تعبیه شده. و عرض کنم که این هم شد مدار برد صندلی. برد صندلی هم اگه نگاه میکنید یه ولتاژ تغذیه داره، اینجاست که موتور صندلی چون 24 ولت اینه، این سوکت های سریالشه و این هم سوکت پاراللشه، این هم پدال پای. پس شما پدال پای رو هم از طریق برد صندلی میتونید وصل کنید، هم از طریق برد یونیت میتونید وصل کنید پدال پای رو. این سوکت هم که میبینید سوکت قلف و میکروسویچ ایمنیه. این سوکت چیه؟ در اصل بهش میگیم سوکت دیاک، وصل میشه به یه LCD. این رو مدار نیست. وقتی میخوایم ما تستش کنیم ما از طریق دیاک میایم تست میکنیم، میفهمیم ارتباط تو کجا ایراد داره. بعد هم نیست یه تکنیسی هم مزای مثلا 10-15 تا بردی که داره یه دونه مدار دیاک هم داشته باشه، تمام تعمیرات مثلا انجام میده. الان کلیدی که توی تابلت داره فشرده میشه داره بهتون نشون میده حرکت صندلی بالا، صندلی پایین، پشتی جلو، پشتی عقب، داره بهتون نشون میده. نورمال پوزیشن، سوپاین. به اضافه اینجوری شما تایم لیوان پر کنش از روی خود کیبورد قابل، هم از روی کیبورد تابلت هم از کیبورد منشی به صورت پارالل قابلیت تنظیم داره. شما تا هر چقدر دوست دارید دستتون رو کلید نگه می‌دارید، وقتی قطعش میکنید اون تایم ذخیره میشه. جالب اینه که کرشوار هم همین خاصیت رو داره. کرشوار هم همینجوریه، دستتون رو کلید کرشوار نگه می‌دارید، وقتی قطعش میکنید اون تایم توش ذخیره میشه و قابلیت تنظیم داره. قابلیت مصفاش داره، قابلیت کلین داره، یعنی دکمه کلینه که میزنید، مصفاشی که میزنید دستگاه پشتیش میاد جلو و لیوان پر کن شروع میکنه کار کردن. پشتبندش بعد از اتمامش کرشوار کار میکنه و عرض به حضور شما شاید که دوباره دستگاه مشفاش بزنید صندلی برمیگرده به حالت اول و چراغ اگه روشن بود دوباره روشنش میکنه. حالت کلین چیه؟ آخر وقت یه بار دستگاه رو میزنید، دستگاه میره، صندلی میره به بالاترین حالتش و بعد دستور کرشوار میده که این آب تو شیلنگا کلا تخلیه شه. ساکشنش تایم داره، هر وقت دستون از اون ساکشن برداشتید بعد 5 ثانیه بعد ساکشن قطع میشه به خاطر که تمام متعلقات داخل لوله بیاد بیرون. عرض به حضور شما شاید که شما هم روی برد صندلی دستور لرن دارید، با فشار دادن دستگاه لرن میشه. یکی از اینا موتور صندلیه، یکی از اینا موتور پشتیه. هم از اینجا دستور لرن رو دارید، هم از روی کیبورد تابلت شما دکمه اینتر رو 10 ثانیه نگه دارید دستور لرن اجرا میشه و این لرن اطلاعاتش رو داخل خودش ذخیره میکنه. من میخوام به این شمارنده ها نگاه کنید. الان این عدد 519 رو نشون میده، این 472. این عدد درسته. یکیشون توی کل مسیر حرکتش پشتی 472 پالس زد، صندلی 519 پالس زد. الان هم خود صندلی تو موقعیت 519 است و پشتی هم رفته تو 472. حالا من صندلی که از جاش تکون میدم، پشتی رو دارم تکون میدم، میبینید داره موقعیتش عوض میشه. صندلی رو هم عوض میکنم همینجوری داره موقعیتش شروع میکنه عوض شدن. حالا میخوام این اطلاعات رو توی صندلی در از توی نقطه 270 و پشتی در نقطه 318 ذخیرهش کنم. میام از روی کیبورد تابلت دکمه اینتر رو فشار میدم، هر کدوم از این دکترایی که دوست دارم و فشار میدم این توش ذخیره میشه. الان میخوام این اطلاعات تو دکتر 2 هم ذخیره کنم. این دکتر 2، دکتر 3، دکتر 1، دکتر 2، دکتر 3، حافظه 1، حافظه 2، حافظه 3. من میخوام تو دکتر 2 ذخیرهش کنم. توی دکتر 2 پوزیشن 1 دوباره اینتر فشار میدم و البته اینتر فشار میدم نگه میدارم. الان میگه حافظه رو میخوام ذخیره کنم. این حافظه رو ذخیره کرد.
این روشه. و روش بازخوانیش اینه که دوباره همین کلید رو بزنید، مثلا صندلی رو از حالتش در بیارید، حالا همون دکمه حافظه رو میخوایم فشار بدیم، نگاه کنید. این دستگاه الان موتورش اینکودر داره، نگاه کنید موتور اینکودر داره، یعنی 4 تا سیم داره، 2 تا سیم موتور، 2 تا سیم هم اینکودر. بعضی از موتورها هستن که اینکودر ندارن، اونا مشکلی نیست، از ژیروسکوپ ما این کار انجام میدیم و خیلی دقیق این کار انجام میشه. ژیروسکوپ هم این پایه‌ای که اینجا میبینید اطلاعات ژیروسکوپ ها رو میفرسته. خیلی ممنون. هر سوالی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستم. خداحافظ شما.